همسوی من اکو باید با من خواهر مثلا همسوی من چی میگم؟ همسی میگم همسوی هم که کدومی که ایمه کمتر کلام باشه که با من اپا میگم کدومی که ایمه خوبتر باشه با من خواهر خوبتر باشه با من فرزند خوبتر باشه با من نبیره بعد من نسبت جنسی لطیف یعنی که شما زن مردم حرمت احترام کلام دارم چشماتون دیگه چی میگن؟ نه من احتمال نیدم نه که ای وقتی که اکی دیگه تو شوخی من وقتی که من در همه چی بودم در همه شبکه اینترنتی برآمد میکنم سر جوانان سر دخترها سر اخی دخترها میگن میگن نوتون دست بس صورت بگیرید شکرانه این دولت و ملت کنن شکرانه این وطن بیهشت آسا کنن که مثال شما اینترنت ببینید که در دیگه منطقه چقدر گپ چقدر خبر است جوانان رو من میگم شما یکم وطن یکم پدر و مادر دوست بدارید وطن دوست بدارید نسبت کلامه حرمت احترام داشته باشین یک فکری خوب کنیم برای آبادی وطن در حاضر مثلا مگوشت اول نگه تو گرمیت معمار کش تا با آخر میرود دیوار کش ممکن من کس کنم همون قشتی که حاضر شما میمونه کو از زبان شما هم زبان دو چیز میریزد یکی شکر میریزد یکی زهر میریزد شما هم زبانتون با شکر آلوده کنین با قند آلوده کنین که همین از زبان شما فقط مهر و محبت یک دوستداری وطن و مادر بیاد برای که به من بسیار نوار میکنن زنگ بزنه که بسیار فرزندان رفتن چندین ما بسیار گرم زدیم قدیم رو حتی پول روی نکردن تا این چی میگم نه که بیا سرجم باشین به هر خیلی من این جوانو کو به هر خیلی رویه ها ما دیدگی بشید به هر خیلی یک چیزایی که نمیشین یعنی البته ای بابا بپرسن ای پدر بپرسن ای کلانسو بپرسن ای دانشمند بپرسن با یک کارمسون وای کنن سر کنن برای که ما همه بسیارتر برای چی مثال ذوق و شوق مثال نوارکنی دارم برای که من نمیخوام که با عشق بریزم او روزا رو خدا نبیاره او روزا رو جوانو در کینو دیدگی او روزا رو اگر یک لحظهش اگر میدیدن کو این روز شکرانه میکردند و سری خم کتیبه میکردند یا که در مورد خدمت عسکری من همین چی گفتنی هستم که در تمام دنیا دو مینوسه یکی میپرسند که خدمت عسکری رفته یا نرفته دو بوجو کار میدن رفته یا نرفته میگه اگر دوی رفته اوه اگر بوجه یک آدمی باید یا که میگن که داغ سودی داری یا نداری همین دو چیزا احتیاط کنند یکی خدمت عسکری یکی داغ سودی همین اگر این نرفته باشه ایش داشته باشه بفهم که تو دیگه برای همین همه وقت دوست و برادر باشه همه وقت در پای نصیحت باشه با قدر امکان تو مرا بسیار با میکنم تمام نصیحت کنیم ما ای تجربه روزگار میگم میزنم که برادر این کارو نکنید واقعا بیننده عزیز هر یکی ما و شما باید که شکر آزادی و آرامی وطن را کنیم شکر دولت و ملت را کنیم شکر پیشوای معظم را بکنیم که برای ما و شما اینقدر شرط و شرایط ها را فراهم آوردند و این شرایط ها را ما باید استفاده بریم و برای خود و آیندهمان یک زندگی یک کسب و کار خوبی را از خود نموده بسازیم باقی در پناه خدا باشه خدا یعوانی موشن